اومدیم جزیره کومودو که اژدهاهای کومودو رو از نزدیک ببینیمشون. اینا برخلاف ظاهر تنبلی که دارن اما سرعتشون تا 18 کیلومتر در ساعت میرسه، ولی فقط تو مسافت‌های کوتاه که بتونن حمله کنن و یه دونه بوفالو یا آهو یا میمون یه چیزی رو گاز بگیرن و شکار کنن. اژدهاهای کومودو میتونن تا 3 متر 3.1 متر طولشون باشه و تا 100 کیلوگرم وزن داشته باشن. موجودات شگفت‌انگیز فقط توی همین ناحیه اندونزی تو جزایر کومودو پیدا میشن و اینا انقدر وحشی هستن که بچه‌های خودشونو میخورن، نراشون. البته بچه‌هاشون وقتی که تازه به دنیا میان میرن بالای درخت زندگی میکنن که از داداشاشون و بابای خودشون در امان بمونن که نخورنشون.